پارتیا کارگران کردستان PKK جی پشتی داخویانی سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ین درباره پیواژی آشتی او پرسکریکا کرده دست دارخستنا کنگره خویا کو بریار بود بهار باتا دارخستن بردا لگور راگاندن سر به PKK پشتی کو حکومت ترکیه اوشان ده هدف داخویانی حبش به هفرا دان و سرکومار ترکیه و داخویانی رد کرد و حکومت ترکیه خودی لوان لحب هاتنان در نکت PKK جی دارخستنا کنگره خور راوستان هات راگاندن کو برپرسین PKK دبیجن اگر لگوری سرکومار ترکیه پرسکریکا کرد تونه و کمیته چاودریه جی نهاتنه پجراندن و تو آلیه که ماسه که پیواژی آشتی جی تونه و دمه تو واتای دارخستن کنگره PKK جی تونه لگور مدیا سر به PKK برپرسین PKK روشان نها جنوب شروع کرنه و بریار دانه که اوی کنگره خویا آورته چه نکن رهبر PKK عبدالله جلان دو ثبات در راگ هند بو که اگر حکومت ترکیه دست به پیکانینا پیدوین پیواژی آشتی بکه و هر ده خالن کوی پیشنهاد کرنه پیک بینه و PKK ده بهار ده کنگره خود دار بخه و بریارا بردانا چکان بده